برای ما مسیج کرده بودن که شما چرا از افغانستان میبراین. یک چند کلمه گپ حقیقت باید بزنیم. ما در سال 92 وقتی که دولت دکتر نجیب سقوط کرد، ما دکان داشتیم زیرزمینی متروپول در میسپینزر روبروی وزارت اطلاعات کلتور. امیجا بچه‌ای که بود فروشی میکردن بچه‌ای پنشیری بودن. اینا بود فروشی میکردن. امینا مرا همیشه زور و جذبه میکردن که ما شما را یک روز از افغانستان میکشیم. و همون روز شد که سال 92 مجاهدین صاحبا که آمدن، بعد از 3 یا 4 ماهش اینا شروع کردن در کوارتر پروان سر خانه های مردم تپیدن، همراه کلاشینکوف مردم ها را ترساندن. روز مردم ها را کش کردن، یخانه کش کردن. یکی را بردن 100 لک روپیه بده، یکی را بردن 50 لک روپیه بده. البته 60% مردم پنشیر بود، 30-40% دیگه مردم شمالی بود، به شمول انور دنگر که 2 دانه موتر خود شخصی ما را از خانه ما کشید، به زور خود برد. 1 دانه موتر بنسا، 1 دانه موتر تویتار. اینا ما را در سال 92 از افغانستان کشیدن به زور و جنگ و تقریبا در حدود 8-9 نفر ما همون وقت از اینا جوان نفرهای خود شهید هم دادیم که یکی از اونا پسر کاکای ما بود که در درخت شنگ شوربازار بردنش دستینش که برچه زدن. 1-2 نفر در پیش سفارت پاکستان و 2 نفر در مابین تاکسی تا کردن از کوارتر پروان که مرمی زدن. اما وقت کل گیر معلوم است که کل کوارتر پروان، کل منطقه کوارتر پروان تحت اثر مردم سمت شمال پنشیر بود. ما ملیتی بودیم که نه کدام روز سلاح به کسی برداشتیم، نه به کسی جنگ کرده بودیم، نه به کسی غرض داشتیم. در دوران طالبان ما را غرض نگرفتن. طالبان همراه سردارا هیچ کار نداشتن. گفتن که اون بیرق درمسال تان بالا کنین، شما هرچی قانونی کارتان است بکنین. در قاعد طالبان یک روز دزد در آمدن، مردم های 3 هفته آمدن در کوارتر پروان درمسال ما را در دادن. در دوران 96 کوشش کردن در بتن، باز بسیار به سختی عاجل رو خاموش کردن. خب ما کسایی که 65-70% مردم از افغانستان برآمدن، یک تعداد که ماندن، آهسته اینا برآمدن بسیار به سختی تا آینده خود رساندن. ایران هم نمیمونه که افغانستان آرام شود. ایران به قصد شیعه میکشه که دولت افغانستان را بدنام کنه. یعنی ما سردارارم که داخل درمسال چند وقت پیش درمسال در آمدن، ما سردارارم که کشتن، مردم سمت شمال پنشیر بود.